به این زن دقت کنید، سوژه اصلی کسی که میخواد این تبلیغ رو انجام بده و این مرد انگار داره از اون یکی مرد دیگه عکس میگیره، ولی در اصل داره از همون زنه که یه فردی که نمیدونه داره فیلمبرداری میشه عکس میگیره. بعد میرن عکس زنه رو با فتوشاپ توی روزنامه ها چاپ میکنن. حالا قضیه چیه میفهمید. نفر سوم وارد میشه و دقیقاً جلوی همون زن میشینه و عکس روزنامه رو جوری میگیره که زنه عکس خودش رو ببینه. زن متوجه عکس خودش میشه و شک میکنه. از همه بدتر بلندگو فرودگاه دقیقاً داره اعلام میکنه یه زنی با چنین مشخصاتی تحت تعقیب پلیسه. زن دیگه کاملا استرسی شده بود که تو تلویزیون هم نشونش میدن. Polizei bittet um ihre Mithilfe. Dringend gesucht wird diese Frau. Sie befindet, die Flüchtige gilt als wehrlos. Bitte versuchen Sie nicht, Stagger anzustellen. خلاصه لب مرز سکته بود که باز هم پلیسا میان اوضاع رو از اینی که هست بدتر میکنن. ولی متوجه میشه که